جوانی در محضر حبیب رب العالمین می آید. خوب جوانا گوش بدین، فدای شبیم یا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، رهبر حقیقی ما، امام ما، پیشوای ما. رسول الله با جمعی از یاران خود نشسته ین. جوان داخل می شود، میدانیم می عزیزا چی میگه؟ پیش روی رسول الله می نشینه، پیش روی چشمان رسول الله می نشینه، میگه یا محمد، میگه یا محمد. رسول الله میگن بله ای جوان چی میخوایی؟ گفت یا محمد برای که من اجازه بدی که مبرم زنا بکنم. یا رسول الله به من اجازه زنا بدی. صحابی کرام طرف یک دیگر نگاه کردن، این چی بی ادبی در محضر رسول الله است. نگاه کردن که یا رسول الله در محضر